زمانی که نادرشاه افشار عزم تسخیر هندوستان را داشت، در راه کودکی را دید که به مکتب میرفت. از او پرسید: پسر جان، چه میخوانی؟ پسر جواب داد: قرآن. نادر باز پرسید: از کجای قرآن؟ پسرک پاسخ داد: انا فتحنا. نادر از پاسخ او بسیار خرسند شد و از شنیدن آیه فتح فال پیروزی زد. سپس یک سکه زر به پسر داد، اما پسر از گرفتن آن ابا کرد. نادر گفت: چرا نمیگیری؟ گفت: مادرم مرا میزند، میگوید تو این پول را دزدیده ای. نادر گفت: به او بگو نادر داده است. پسر گفت: مادرم باور نمی کند، میگوید نادر مردی سخاوتمند است، او اگر به تو پول میداد یک سکه نمیداد، زیاد میداد. حرف او بسیار بر دل نادر نشست. یک مشت پول زر در دامن او ریخت. از قضا چنانچه مشهور تاریخ است، در آن سفر بر حریف خویش محمد شاه گرگانی پیروز شد و فاتح هندوستان شد.